آیریش سفید آبادی بعد از نوشته های آزادی تروریستای جانی دل باستین پنان فتوا جهاد در راه خدا شکار انسان سلاح سنگین میم و واژگان انگار درگیر شده غنده دور طالبان وقتشه برگردید از بالدان تاریخ چشمایتان کلکین در خود دار افکار تاریک ایده هایتان یعنی زندگی در چند صد سال قبل یعنی قدرت در دست ماست شما بکنید قبل اینجا مثال زندان زنانه قانونش حصار زندان روانه یعنی چون زنی زندگی ممنوع تحمیل فردای تاریک و کم نور جامعه متحمل فقدان نقض حقوق بشر و تجولان زخم باز کرد بحران روی بحران بیشتر میشه تنبان روی تنبان محو تماشا دادگاه الهه از سکوت زن قدرت که صلاح کلمات کم اما شیافوار تسکین دنیای تبدار که مبتلا بر سندروم نیلیستی فریم دیدگاه فمینیستی عصر مدرن و جنگ باطله دانش تسلیحات قاتله میراث ما که مرگ روانیه کارم چالش دیکتاتورهای جهانی میل به نوشتن بعد به میلیا حق زن تجارت خیلیا ترسیم سخت و زبان قاصر 3 سال امارت غارت حاصل از حکومت ملاهای کارت مردم زیر خط فقر کامل نگاهی بندازن نگاه ما رب نکته زیاد بود رسیدیم تا رب میدان جنگ و بازی با رویه ها از بین نمیره با شعله ها مفهوم زن یعنی روح زمین میندازد گوش دنیا صدایم رو زیر تنین خنده ملیح تره هرچند دختر لب ها جای خون و می جریان داره توی رک ها جایی که مد شد شکنجه تزریق افکار سرگرمیه بر کودک دیدن سنگسار سلماد منقرض شدن طنز تلخ منقلب شدن محکومین به زمین خوردن و باز بلند شدن موماس شده قلم زیر گلوی عدالت بره دریدن تن پوش جهالت